چون زمینگلی بود ماشین اصلا بالا نمیرفت، واسه همین رفت عقب دور بگیره با سرعت بریم بالا، ولی هیچ نتیجه‌ای نداد و بازم گیر کردیم. بعدش یه نیسان دیگه هم پشت ما اومد، اونم دقیقا مثل اون گیر کرد. بعدم این پاترول رسید که به دادمون برسه. واقعا دمش گرم، مشتی هستش و پرطرفدار. این وسط یه نیسان دیگه هم اومد که نمیدونم چجوری این مسیر رو اینقدر راحت رفت بالا. خلاصه بعد از امتحان کردن روش‌های مختلف با یه طناب نیسانو کشیدن بالا و رفت. بعدش هم زنجیر چرخ و وصل کرد. نمیدونم چرا از همون اولین زنجیر چرخ و وصل نکرده بود. تو راه هم یه 206 دیدیم، گفتم بهتون نشون بدم که هیچ فرقی با لندکروز نمیکنه. بالاخره رسیدیم به بازار محلی که خیلی تکمیل نیست. من کلی دنبال سوسیس گشتم که این پیرمرده بهم گفت دنبال سوسیس نگرد، اینجا یخچال نیست، نمیتونیم نگه داریم. اما